سیومین چیزی که آدم به حساب می آورده این بوده استغفرالله گفتن. چی بوده؟ استغفرالله گفتن. رسول اکرم گفته من پیغمبرم، پیش گناه حاضره گناه آینده را خدا بخشیدگی ای، لیکن بعد هر نماز استغفرالله میگم. ما باید بعد نمازامون استغفرالله گویم 100 باری و اتوب الیه. ای پروردگارا من ای بامداد تا پیشین خیلی نامعقولی ها کردم، یا ای پیشین تا عصر خیلی نامعقولی ها کردم، من میخواهم که چیکار کنم؟ استغفرالله کنم. حضرت سفیان ثوری را داوود ظاهری در خوابش میبینه، میگه سفیان فهمیدم 30 سال در عبادت بودی در محراب، از عبادت خدا میان درنگ نون شد، خدا را چه خیلی یافتی؟ گفته زبانم گفتن نمیتونم، ولی مربیای گفته با خدا را میبینی به این رمضاناتان، به این قرآنای خواندگیتان چقدر پیشواستان میگیره. گفته این زبانی من او را تعریف کردن نمیتونه. گفته من برای تو یک گپ میگم، کدام آدم در جنت آبرو داره؟ گفته کسی که استغفرالله بسیار داره. برای همین حساب کنیم خمونه به استغفرالله. خدای مغفرتم که، خدای مغفرتم که. همین دهنی دریا آدم ده بیا 100 بار گو نانمته نانود میتی آخی همو، و 100 بار گو که آومته میتی همو. نخواه که ما 100 بار گویه که گناه ما بخش های نبخشه، و خدای آخی میبخشه گناه ما نه. سیومین چیزی که نفس محاسبه میکرده این بوده استغفرالله. این چی بوده؟ استغفرالله. آدم کدام وقت آرام ای؟ 4 چیز علمای تصوف گفتیان در بدن وی آدم پیدا شد وی آدم آرام ای. یکمش محاسبه بوده، حساب. همین روز حساب کنیم ما چیکار خوب داریم. دویمش چی بوده؟ مراقبه. عربا مراقبه میگن، خمان دنبالگیری میگن، روسا میگن کنترل. کنترل کن عزیزم، چیکار کردی همین روزا؟ چی با کنترل نداری؟ برای چی؟ یک نام کنترل هست تقوا. چی بوده؟ تقوا. چی با برای چی نداری؟ چی با آخی؟ حضرت معاذ بن جبل میپرسن که چه خیل کنیم نفسامون اداره کنیم؟ گفته نفسو که کل جملی، نفسی تو رنگ شتره، ای دومی شتر قبی خوبه، گفته یا ایلجامش. ای کجای شتر قبی خوبه؟ ایلجام قبی دی گفته شتر ای دومت می بیاید، لیکن ای دومی شتر قبی دی گفته ای قفاش میری. گوه ایمن نختش قبی خوبه یا ای دومش؟ ما بسیار ما نفسمون ای دومش قبی دیدیم. کجای نفس رواتمون؟ کسی نفس گفته اگر ایلجامش قبل گفته و قفایت آمدن میگیره. خشا به حال آدمایی که اکنون مراقبه دارن. مراقبه چی بوده؟ نفس ایلجامش مقفی. کدام انسان ها آرام بدیم؟ آدمایی که اداره دارن، آدمایی حساب دارن، دویم کنترل دارن، نامی او بوده مراقبه. بعد از او چی بوده؟ مراتبه، مشارطه. سیمش چی بوده؟ مشارطه چی را میگن؟ شرط گذاری. شرط مانی در پیشت که بس میکنی زنا را، شرط میمونی در پیشت که بس میکنی دروغ، شرط میمونی چون روز شرط مانی تا بگرم بیشتر میگردی. میشده کو؟ تا بگره تشنه میگرده میشده است کو؟ تا بگره ایزان دور میگرده میشده است کو؟ تا بگره ای جنگ جدال دور میگرده میشده است کو؟ اینا میگن مشارطه. شرط میمونی ای ساعت 7 تا بگره کار میکنی، آخری ما میشه 50,000 میگیریم کو؟ شرط موندیم صاحب پول شدیم. شرط مونیم در رای خدا چی؟ در رای رسول چی؟ یکم بوده حساب، دویم بوده کنترل، سوم بوده شرط. انا وقتی که حساب کردی، کنترل کردی، شرط موندی، چهارمش چی بوده؟ مراقبت. چی بوده چهارمش؟ مراقبت. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا. آخر سوره آل عمران. یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، اصبروا صبر کنه، و صابروا یکدیگر تون صبر تعلیم ته، و رابطوا و آرام میگرده. آرامش چهارمش در همین 3 تا باشه و تا آرام میگردی. اگر حساب نفس نباشه، کنترل نفس نباشه، شرطمانی در پیش خود نفس نباشه، هیچ کس آرام نیست. هیچ کس آرام نیست اگر این 3 تا نباشه.
یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. شما میگه ای اهل ایمان صبر کنه، من صبر موی صبرای با صبر تعلیم ته یک دیگری تا صبر تعلیم ته. هر خیل آدم صبر کردن نمیتونه. این صبر و نماز برای کیه؟ چقدر سبب؟ برای آدمایی که خدا میترسن. صبر تعلیم ته یک دیگرتون ده. وقتی شما این کار کرده و رابطه، ای شما آرامیده، همین قدر آرامی که شما رنگ شیرای مست آرامی. انا این بود فعل صحابه. حساب کنیم خودمونا. آدم حساب که کرد بالای ورقت چیزه میبرویه، بسری مسئله میبیویه. آدم وقتی قفای کار که گشت، کار دنباله گیری که کرد، میدونه کارش چند پیش رفته است. بعد از او اگر آدم اومد شرطاش که من باید چیکار کنم، ببین به این شرطا چقدر آدم کار میکنه. این سه تکی باشه آدم آرام بوده. تصوفش انمینه، انمی تصوف انمینه که آدم باید آرام گرده، آدم باید آرام باشه. چی به امروز ما به آرامیش نمیرسیم؟ چی به ما به آرامیش نمیرسیم؟ قانون ایمان انمینه که آدم باید به آرامیش رسه. انمی 4 چیز در زندگی ما نیست یوخی، ما آرام نیستیم. ببینید در کوچه آدم ها خود به خود گپ زده رفتیستیم. اینش دنبال اینش سر کرده گشته است که پول مبتی، اینش دنبال این سر کرده که مال مبتی، اینش این شکل که من بخش متر زده بودم. این میگرده به میخواد دنبال دیگریش، برای که 4 چیز در زندگی ما نیست. اینا میگن محاسبه نفس. کسی نفسش حساب کنه والله اون نجات مییابه. همین تمامی کارخانه های دنیا در 1 سال گدوای دارن. نخواهم ما در 1 سال خمون حساب نکنیم که ما چیکار کرده گشتیم که همین سال عمره رفت. همه شرایط داره، همه ما شرایط داریم. اقلا 1 سال یا عمره کنیم، یا عمره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. اقلا در یک ما چند جمعه خوندیم؟ 4 جمعه ثواب 4 حج. ماه شریف رمضان با پاکی روزه گیریم. حساب انامین حسابات میگن. هر انسان باید حساب کنه. ماه گذشته چند شب تهجد خوندیم؟ انا این ماه چند شب تهجد خوندیم؟ ماه گذشته چند روز روزه دوشنبه پنجشنبه بود؟ چند ورق قرآن بود؟ ما مسلمانیم اخی. مسلمان باید حساب داشته باشم. یک دروازه‌بان گفته برای توپ نگذاشتن که شأن و شرف ما پس میشه، گفته خش در زمینا میپرتو، لیکن از اون توپ و فوتبال قسم به خدا یگان فایده نیست، یگان فایده نیست. اما چی به محاسبه نداریم امروز ما؟ 1 ورق قرآن، 2 ورق قرآن. و توبوا الی الله جمیعا. مسلمانان میگه همه ما به سوی توبه بیاییم، گناهامون خیلی زیاده. و توبتو نظر فی الفعل بعد الفراغ منه بندمی. توبه آن چیزی را میگفتیم که آدم بعد زندگی و حیات و آسایشتگی کرده روز میشه و ندم چشماش آب بیا که حیاتو بیرده گذشته. توبه باید چشم ده آب بیاره، توبه باید اشک ریزانه، توبه باید پشیمانی بیاره. کدا وقت قبول بوده؟ همون وقتی که آدم همون گناهش شون بینه، همون وقت آدم وقتی همون گناهاش کردگیش چشماش پوری آب شوه، همون وقتی که آدم دوباره همون گناه را تکرار نکنه توبهش قبوله. اگر گوه که زمان پیش خوب بود این میکریم راحت و معیشت، نیوه حال توبهش قبول نشده. توبه باید ذکر همون گناه را بد بینی، بی ندمی علیه، ندامت کنی. ندامت چی را میگن؟ میگی پشیمانم، شرمنده‌ام، گریه کنی باید. این را میگن محاسبه. یک تاش توبه بوده، دویمش ندامت. ندامت چی را میگن؟ در گردن پیشانه یک خیلی روی مالچه را میپرتافتن و با آورده در پیش پادشاه ها چیکار میکنن؟ در روی مالچه خم میشه. ما امروز در نماز پیشی او را خم میشیم و از سجده ها مونده در نماز نفلمون گریه کنیم، چشممون آب پیدا کنه. چی با آب پیدا کنه؟ برای اینا میگن ندامت، اینا میگن پشیمانی. انا همین دوم درجه محاسبه بوده.
پیشتر موضوعمون درباره اخلاق و تربیت، درباره حساب نفس و نگاه کردن خود بود که حضرت علی کرم الله وجهه گفتگی بده که حضرت که نفساتان لجام کنه. حضرت گفتن که لجام چیه؟ گفته که لجام نفس گفته حسابه. همه روز یک یشکک بار میبیاری در دست یک ورقه همون حساب داری. همه روز یک یشک بار میبیاری همون حساب میکنی. چی به حساب میکنی؟ برای چی حساب میکنی بار تو آخی؟ چون امروز این نفس رفته سه عمر رفته این حساب نمیکنی. هفته را معلوم کردیم، ماه را معلوم کردیم، ساعت را معلوم کردیم، ثانیه را معلوم کردیم، روزی هفته را معلوم کردیم، ماه را نام شموندیم. چی به حساب نمیکنی؟ الحمدلله که یک ماه رمضان حساب کردیم. الحمدلله. کاش که 11 ماه خیلی میشه. کاش که 11 ماه خیلی میشه. کاش که 11 ماه شباش قرآن میشه. کاش که 11 ماه اقلا دوشنبه پنجشنبه روزه میشه. کاش که 11 ماه تسبیح ها میشه. کاش که 11 ماه دوشنبه پنجشنبه سرخرج میشه. قسم به خدا زمان صحابه تکرار میشه. زمان صحابه تکرار میشه. از هم بزرگترین جهاد این جهاد نفسه. هر کسی که به نفسش اگر جهاد کنه تمام زنجیرها، قلفا، تمام دروازه های دنیا بالای ما کشاده میشن. برای آن همین انسان باید فکر کنه که نفسش اول اداره کنه. تو چقدر نفس اداره نمیکنی؟ میگی من تلاش میکنم در راه خدا این اجاره میکنم اجاره اون میکنم. تا نفس اداره نکنی قسم به خدا یک بالا یک جمع نمیشه. آدم باید نفسش اول اداره کنه. من یک ماه رمضان ریاضت، روزا گوشنمانی من میگذشت هیکو. همین روز میگذشت هیکو. من همین روز عبید نکردم، شکم چرانی نکردم، میگذشت هیکو. باور کنه از ماهای پیشتر همین ماه با نقص کار کرده بسیار. همین ماه با قوت شده. همین ماه نور پیدا کرده، لذت پیدا کرده. هیچ گپ نبوده. همین 1 ساعت در 24 ساعت در قرآن ختم میشه. هیچ گپ نه. هیچ گپ نه. 40 تا گوسفند شما با یک تاشت خدا میگرد زکات. این 40 تا خدا من 40 تا گوسفند چه خیاتش نمیدادم. 500,000 شما میگه به 2.5 فایز شده. 500,000 روبل یک سال در کسی من باشه 2.5 فایزش چیه؟ 11 ماه خوردی راحت کردی معیشت کردی همین یک ماه اقلا کنه میگه آخی. نخود در 24 ساعت ما 1 ساعت جدا نکنیم برای خواندن قرآن. برای همین همگی حساب کنی. همین 2 رکعت فرض بامداد 5 دقیقه، 4 رکعت فرض پیشین 10 دقیقه، 15 دقیقه، 4 رکعت فرض نماز عصر 10 دقیقه، این 25 دقیقه، 3 رکعت نماز شام 5 دقیقه، این 7 دقیقه 32 دقیقه، 4 رکعت فرضش 10 دقیقه 42 دقیقه، 3 رکعت ویتر واجب 7 دقیقه 50 دقیقه. در 24 ساعت نخو 50 دقیقه وقت نیوی 5 وقت نماز خونی. چخه به دوزخ نمیری؟ چخه دوزخ نمیری؟ 24 ساعت داده 50 دقیقه تو وقت نیوی نماز خونی. نخود 50 دقیقه اقلا فرض نخونی. چخه دوزخ نمیری؟ البته دوزخ میری. برای چی؟ این قرارداد میخوری یک بار فکر نمیکنی 50 دقیقه تو وقت نداری. یعنی محاسبه میگم. نخواه یه هفته خوری و دوشنبه وقت نیوی روزه گیری. آخه نه همین محاسبه میگم. یک بار خمونم باید حساب کنیم. حضرت علی کرم الله وجهه گفته است که حساب کنید نفساتان، لجام کنید نفساتان. گفته لجام نفس چیه حضرت؟ گفته لجام نفس حساب کنه. بعد از حضرت گفته که جا بجا کنه نفساتانه. هر یک چیز در جای خودش مانه. نفساتانه جا بجا کنه. گفته جا بجا کردن نفس چیه؟ گفته چیزی که او میخواه مبارزه بره. این همین حوزی میخواه که آخری حوزی میخواه که کمپیر در قشاقت باشه رمضان در مبارزه میبره قدش کو. من کی در نمیفوره کمپیرش همین روزا در قشاقش باشه در رمضان. همه در میفوره لیکن مبارزه برده میتونی کو.
کی در نمیفوره همه رو شوربای گرم دعبه کی در نمیفوره مبارزه برده میتونی کو انخه مبارزه بر نور میوی در خبر آمده بوده که مرد پیش رسول اکرم آمد صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله اوصینی یگان وصیتم که داخل جنت شوم حضرت گفت ایمان وصیت طلب میکنی گفت بله گفت یک چی میگم تا هر کاری را که پیش میگیری عاقبت چه فکر کن همه عاقبت نماز گنده یا خوب عاقبت جمعه چی عاقبت روزه چی اما عاقبت دزدی هر کار آخر چه فکر کنی گفته آخر وصیتم که یک کاری را که جنت روم حضرت گفت همینه میخوای بله گفت هر کاری را سر میکنی اول آخر چه فکر کن بچم هر کاری را که سر میکنی آخر چه فکر کن و این کان رشدا اگر کاری خوبه سخت قب شد اگر کاری بده تیز ایوای گریز که جهنم میبرد چخه نمیدونی دوزی حرامه چخه نمیدونی نشه جلابی حرامه چخه نمیدونی چخه نمیدونی میدونی که عاقبتش محبس ایکو میدونی که عاقبتش لعنتی بدن ای چخه همش میدونیم هممون میدونیم حرام چیه هممون میدونیم حلال چیه هممون امروز خیلی مردم دانشدگی هست او زمانهای پیش همون سادگی بود که بیچاره مردم کم میدونیستن معلوماتو لیکن عملاشون زیاد بود تقواشون خوب بود هم یک 4 کتاب و یک فرض عین قدی خیلی در رمکه میدر اومدن از الحمدلله مردم صحیح بخاری میخونن از مردم عادی 10 زبان قدی صحیح بخاری میخونن 10 زبان قدی فقه را میخونن از اندک آدم همین خطای کریلیدار خیلی سواد دارن اما جوهر تقوا نیست چیزی را میفهمی که همون ضرر را گفتن همون دور گریست و ینبغی للعاقل ان یکون له اربع ساعات منها ساعت یحاسب فیها نفسه امام غزالی گفته که ای مردم برای شما 4 ساعت هست که در اون نفساتون حساب کنه گفته یکم چیه و توبوا الی الله جمیعا توبه کنه یکم حساب چی بده توبه این مای توبه های یکم حساب توبه بده است کی در دنیا بگناه کی در دنیا بلغزش کی در دنیا میگه من تازه هم هیچ کسی را کفالت داده نمیتونه حتی پیغمبرها لغزش دارن کی در دنیا مقصد بگناه یکمین حساب چی بده عزیزان یکمین حساب توبه بده توبه گناه واجبه توبه کردن در کار گناه های هممون زیاده گناه های لغزش های هممون بسیاره هممون باید توبه کنیم این ماه توبه معنی توبه چه ده بازگردیم بیاییم ایها المؤمنون ای مسلمان توبه کنید لعلکم تفلحون تا این که شما نجات یابه بازگشت آدم نجات میداده حتی که در اینجا با یکی از علمای معاصر ما که زنده نوشته گفته برای چه دروازه‌بان فوتبال چقدر توپ احتیاط میکنه میگردونه چی با گفته دروازه‌بان ایو همین توپ میبیاد زمین دم خوشا میپرتوید آسمان دم خیز میکنه سرش در همون بیتون هم میزنه یک مقام میکنه همه حیران میشه توپ نگذره اما مردم دروازه ایمانش یک بارم خیلی نمیسه یک دروازه‌بان به خاطر بای دادن همون کماندش خوش هلاک میکنه در 90 مینوت لیکن ما در 24 ساعت بسیار منخمون به ایمان میکنیم گیرنگ یک دروازه‌بان هم خیلی ایمان من حرمت نمیکنه این همی روز رمضان نیست و غیبت زده شده مولی لیکن در 90 مینوت همین خلوه ها محاسبه میکنن اگر اینش که یک گل زیاد باشه در 5 دقیقه در زمین ها خوشانو میپرتن یک توپ زنه در همینجا یک روایتی که امیرالمومنین حضرت عمر آوردگی بوده از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت گفتن حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا پیش ای حساب کتاب کردنی خودتان در روز قیامت اول نفساتون حساب کنید ولی پیشگی حساب میشین 5 سنده بچه میپرسه که بچه 5 ما کجا کردی این قد نفس داده نمیپرسه
این چشم زیبا را داده نمیپرسه، این دست را داده نمیپرسه. حضرت پیش ای حساب کتاب شدن اول خودتون حساب کنی. وزنوها قبل ان توزنوا، پیش ای بالای ترازو در اعمالاتون ماندن خودتون وزن کنید چند عمل داری. خودتون وزن کنید چند عمل داری همین روزا. چی عمل کرده سی؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سخن رسول اکرم گفته اللهم لك صمت و بك آمنت و علیک توکلت و علی رزقك افطرت. آمین یا رب العالمین. اکنون روزاتون کشای